بله واقعا ایران دوباره میشه ایران. امیدوارم که دستان پرفیض خدای محبت بر سر ایران و ایرانی باشه. بریم سراغ مطالب امروز. من سلام کردم ولی یادم رفتش سلام کنم. یک سلام پر از انرژی به دلار 203,000 تومانی. باورتون میشه به روزی رسیدیم که هیچ کس خواب این روز رو هم نمیدید. تازه شانس آوردیم. شانسی که آوردیم چیه؟ این هستش که کارت بانکی در کشور موجوده. اگه کارت بانکی نبود، مثلا اگه میخواستیم تلویزیون بخریم باید یه فرقون پول جمع میکردیم، با خودمون میبردیم فروشگاه، اینجوری خالی میکردیم، بعد مثلا تلویزیونمون رو میدادم میذاشتیم زیر بغلمون میومدیم. ولی خب شانس آوردیم. اینا به خاطر همه لطف و محبت مسئولینمون هستش که پول ایران به بی ارزش ترین سطح ممکنه خودش رسیده. چرا واقعا؟ به کجا چنین شتابان؟ به کجا داریم میریم که دلار شده 203,000 تومان، طلا شده 24 میلیون تومان، 1 گرمش؟ خیلیه ها. خونه ها هم که دیگه نگم براتون، متری 300 میلیون از بعضی جاها. تازه یک سری از مناطق غرب تهران متری 300 میلیون. مگه میشه؟ مگه کارمندا حقوقشون رفته بالا ما خبر نداریم؟ شاید میلیونی یا دلاری رفته بالا که مسئولان اینجوری دارن تورم رو در ایران هی تولید میکنن. نمیدونم واقعا. ولی یک داستان ترسناک کوتاه 3 کلمه‌ای بخوام بهتون بگم، میگم سکه 224 میلیون تومانش هم نمیگم دیگه. سکه 224 میلیون. خیلیه ها. در مدت 5 روز 33 میلیون تومان روی قیمت سکه رفته و این یعنی انتهای دردی که میتونه برای مردم یک جامعه باشه. پول بیارزش، تورم بالا. هنوز تموم نشده. بهتون نگفتم که افزایش 160% گوشت گاو رو داشتیم. حالا گوسفند بماند. و انقدر مصرف سرانه گوشت حتی در ماه برای خانواده‌های ایرانی پایین اومده، قیمتش یعنی مصرفش به میزان 450 گرم تا 500 گرم در ماه برای یک خانواده ایرانی. چقدر میشه؟ خیلی نیست، خیلی زیاده به نظر من. نقرس میگیره آدم. اینقدر گوشت میخوایم بخوریم چی مثلا؟ خلاصه گوشت خیلی گرون شده. افزایش 160% داشته. قیمت ها رفته بالا. مردم نمیتونن از سفرهشون حذف کردن گوشتو. دولت اومده چیکار کرده؟ دولت اومده نشسته فکر کرده، جلسه گذاشته، به یک نتیجه رسیدن. چه ایرادی داره گوشت بوفالو مصرف کنی؟ هیچ ایرادی نداره. میتونین گوشت بوفالو از هند وارد بکنین و در سفره‌های مردم بذارین. قبلا ما گوشت بوفالو رو فقط توی سوسیس و کالباس و فرورده‌های گوشتی استفاده می‌کردیم. ولی الان چه ایرادی داره مثلا گوشت بوفالو رو مردم بریزن توی خورشت قرمه سبزی؟ هیچ ایرادی نداره. آقا شما استفاده کنین. اگه بدتون اومد خیلی هم لذیذ و خوشمزه است. آخه فکر کنم مسئولی قبلا توی سفره‌های خودشون بوده که انقدر ازش تعریف و تمجید میکنن. خلاصه به فکر حال و روزتون یه فکری کردن، یعنی یه فکری به حال و روز الانتون، سفره هاتون کردن و گوشت بوفالو رو آوردن، قرار راهی کنن به سفره هاتون و فکرم نکنین اینا اصلا دروغ تو کارشون نیستش. اصلا قرار شده که اول اینکه مجوز داره شرعاً، یعنی کشتار و اینا رو انجام میدن، کاملا بهداشتی هستش، ولی از هند خود بوفالو رو احتمالاً وارد میکنن، بعد اینجا ذبحش، یعنی تو ایران ذبحش میکنن، اینطور که خودشون گفتن. و الا تو هند با اون بهداشت خیلی زیادی که دارن فکر نکنم، نمیدونم حالا، ولی اومدن گفتن که آقا هیچ کس حق نداره گوشت بوفالو رو جای گوشت گاو جا بزنه. یعنی اگر گوشت بوفالو میفروشی باید حتما پشت مغازت بزنی گوشتمون گوشت بوفالوه، نمیتونی بگی گاوه ها. صداقت تا این اندازه دیده بودین؟
یعنی در چند وقت اخیر که حالا یه ذره وضعیت گوشت بهتر بود، یادمه که یه خبرهای بیرون اومده بود مبنی بر اینکه در جاده‌های شمالی کشور از گوشت حیواناتی چون خر و حالا چیزای دیگه استفاده میکنن. الاغ و ببخشید این کلماتش قشنگ نیستش ولی خب اسم حیوانه دیگه، چیکار کنم باید بگم. الان که دیگه به گوشت بوفالو رسیدن دیگه واقعا من نمیدونم که این کارو اونایی که از این گوشت‌ها استفاده می‌کردن این کارو بکنن یا این که نه، ولی کلا وزارت بهداشت برخورد میکنه باهاتون. اگه سردر مغازه‌تون ننویسین گوشت بوفالو موجود است، بنویسین الکی گوشت گاو. خب چون بعضیا حساسیت دارن، اصلا دوست ندارن. ما ندیده بودیم که دیگه حالا پدران و مادرانمون، مادر بزرگا و پدر بزرگا توی سنین بالا باید رویه تغذیه‌شون رو عوض بکنن، از گوشت گاو برسن به گوشت بوفالو. اگه ندیدین الان توی ایرانمون فت و فراوونه، میتونیم ببینیم. یه مسئله دیگه ای هم که هستش افزایش باور نکردنی و گرانی بسیار تلخ در موضع دارو هستش، در زمینه دارو که واقعا بیماران کشور مواجه شدن با مشکلات بسیار زیادی. حالا یک سری بیمارای سرطانی هستن، بیمارای تالاسمی هستن، بیماران پروانه‌ای که اصلا دیگه فقط خدا باید نجاتشون بده، اصلا اونا دیگه هیچی بنده خداها. ولی الان در حال حاضر خیلی مراقب خودتون باشین، حتی توی گرما سعی کنین از کولر کمتر استفاده کنین، پنکر هم بزنین خاموش باشه. آخه چه میدونین یه بادی میاد، یه سرمایی میخورین، یه بسته آموکسیسیلین شده بسته‌ای 887,000 تومان. بگین 900,000 تومان دیگه. یه بسته آموکسیسیلین 900,000 تومان. دیروز با یکی از دوستانم داشتم صحبت میکردم که یکی از آشناهاشون توی داروخانه بودش و از کمبود مواد اولیه برای شیر خشک داشت خبر میداد. باورتون میشه؟ یعنی بچه ها هم الان دیگه باید رعایت بکنن دیگه. ندارن. میدونین مواد اولیه وارد کشور نمیشه. از کجا؟ حالا از ترکیه باشه، از اروپا باشه، از هر جایی که باشه وارد نمیشه و قیمت رو برده بالا. گاهی اوقات در بعضی از موارد مثل شیر خشک حتی توی بازار سیاه هم نمیتونین گیر بیارین، چون وقتی مواد اولیه نباشه خب چجوری میخوان مخلوط کنن رو با هم دیگه درست بکنن؟ خلاصه اتفاقهایی که در کشورمون افتاده، اتفاقهای معیشتی که روز به روز در کشور افتاده و همه چیز رو یه گره کور زده به هم دیگه. مثلا لنگکروز فرسوده، فکر کنیم مثلا لنگکروز مال 20 سال پیش هستش، قیمتش 20 و چند میلیارد تومان. باورتون میشه؟ 20 و چند میلیارد تومان. همین 4 سال پیش با 7-8 میلیارد تومان یه خونه حالا 2-3 خوابه در یک محله در غرب تهران میتونستی خرید و فروش بکنی. حالا یه ذره بیشتر 5 سال پیش. ولی الان اون لنگکروزی که 20 سال استفاده شده و جز ماشین‌های فرسوده هستش، قیمتش به 20 و چند میلیارد تومان رسید. 24 میلیارد فکر میکنم رسیده و این باور نکردنیه. خب البته باید باورم بکنیم دیگه، وقتی پراید که عرابه مرگه همین میشینین توش، استرس اینو باید داشته باشین که دور از جونتون، دور از جونتون. یه دقیقه دیگه اتفاق براتون میفته یا یه ساعت دیگه، ولی اگر بخواین یه ذره سرعتتون رو ببرین بالا، خب ما هم تو پراید نشستیم دیگه. یعنی اینجوری نیستش که ندونیم از این ور دنیا بگیم، ما هم خودمون نشستیم میدونیم. سرعت به بالای 70 برسه تن و بدن ماشین شروع میکنه به لرزیدن. وقتی پراید که عرابه مرگه، بازم میگم، یعنی باید روزی 100 بار این کلمه رو تکرار کرد، 1 میلیارد و 350 میلیون تومان بشه، خب معلومه لنگکروز میشه 24 میلیون. حتی فرسودش حداقل بدنه محکمی داره، حداقل شما رو در مقابل خطرات نگه میداره. اجاره بها هم که دیگه بهتون نگم. قرار بودش که صاحب خونه ها 25% اجاره هاشون رو ببرن بالا، بیشتر نه. اگه می بردن بالا باشون برخورد می شد. ولی الان یه صداهایی داره میاد که 40 تا 50% کرایه ها رو بردن بالا
و خیلی از مردم که پول رو ندارن برای حالا اجاره بها و برای زندگی در شهر و حالا خونه هایی که قبلا زندگی میکردن مجبور شدن مهاجرت کنن به حاشیه شهرها یا برگردن به شهرستان خودشون، به حالا جایی که درش زندگی میکردن و هزینه ها براشون خیلی متعادل تره. البته که فکر نمی کنم با این تورمی که ما داریم در روستاها هم در امان مونده باشن. البته قیمت لندکروز 14 میلیارد تومان، قاطی کردم میلیارد و میلیون، 14 میلیارد تومان. خب بازم زیاده دیگه. 14 میلیارد تومان همون 4-5 سال پیش که یه خونه 2-3 خوابه رو تو غرب تهران معامله می‌کردین، یه خونه تو شمال تهران میتونستین معامله بکنین. ولی الان مجبورین، تازه اگه پولش رو داشته باشین. من که این خبرهایی که از ایران میشنوم مبنی بر اینه که آقا شب میخوابیم به این امید که فردا بتونیم یه دستگاه PS5 بخریم، بعد فردا صبح بیدار میشیم میبینیم ای بابا 100 میلیون رفته روش، ما هنوز حقوق نگرفتیم، یا مثلا حقوق ما هنوز روش نرفته. این خبرهایی که داره از ایران میرسه و از مردمی که خبر جعلی و خبر زرد و خبر واسه خراب کردن جمهوری اسلامی خراب نمیدن، خبرهای واقعی که واقعا وجود داره، خبر از مردمی که درون دل جامعه دارن زندگی میکنن. ولی اصلا نگران نباشین، خواهش میکنم. به گفته معاون وزیر امور خارجه ما یاد گرفتیم بعد از انقلاب 57 به بعد چطور تحت شدیدترین تحریم ها باز هم بتونیم زندگی بکنیم. پس اصلا نگران نباشیم. اولین کاری که میکنیم این هستش که آقا یه کاری آقای قالیباف گفته در دستور کارمون قرار دادیم که گرسنگی رو به آمریکا برگردونیم. نه بابا، قراره دوباره ما رو گرسنه بکنن. چه اینا واقعا حرف میزنن؟ من دوست دارم مثلا ببینم که خندهشون نمیگیره یا مثلا خیلی اعتماد به نفس دارن و باور کنید آدم وقتی میخواد یه حرف راستم بزنه اعتماد به نفسشو نداره بعضی جاها. حالا اینا میان وقتی که چشم کل دنیا روشون هست برمیگردن میگن که آقا گرسنگی رو به آمریکا برمیگردونیم. اونایی که دارن تو آمریکا زندگی میکنن و اتفاقا طرفدار جمهوری اعدامی هم هستن و کلی از اینجا بد و بیراه میگن، یکیش همین پسر خانم ابتکار که الان من شنیدم که یه گوفاندمی هم از درون زندان راه اندازی کردن که بتونن یه سری کارها انجام بدن برای اینکه دیپورت نشن و خیلی چیزهای دیگه. حالا با اونش کاری نداریم، اصلا یه برنامه جداییه، ولی به این کار دارم که اینایی هم که همش میگن آمریکا بده، آمریکا نمیدونم مستبده، آمریکا دیکتاتور، آمریکا فلانه، باورتون نمیشه که اگر 1 ساعت بخوان از این کشور برن بیرون تنشون میلرزه، چون میدونن هیچ جا مثل اینجا نمیتونن با آرامش زندگی کنن. خیلیه ها. حالا اگر بخواد قالیباف گرسنگی رو به ماها برگردونه اون موقع باید چی کار بکنیم؟ فقط میتونن اونهایی که یه ذره اضافه وزن دارن خوشحال بشن از این که وای خیلی خوبه یه ذره گرسنگی میکشیم یه ذره انداممون بهتر میشه. خیلی خنده داره، اصلا مثالش هم خنده داره که از ایران بخوان امریکا رو کنترل کنن، گرونیای تو امریکا رو و گرسنگی رو. خیلیه ها، اصلا باورم نمیشه که اینا این حرفا رو میزنن. فکر کنم در جواب ترامپ هم که قرار بود یک جنگ اقتصادی بر علیه ایران راه اندازی بکنه چند روز پیش، آقای قالیباف هم گفته بابا بذار منم یه چیزی بگم دیگه، حالا جایی که ثبت نمیشه بذار منم یه حرفی بزنم. اومده اینو گفته. از اون طرف هم که رئیس کل دادگستری تهران اومده گفته که ما نمیذاریم هیچ جوره آرامش و روح و روان شهروندانمون از بین بره و مختل بشه. دستشون درد نکنه. راست میگه. اعدامیا رو از روزی 4-5 تا کردن روزی 2 تا. نمیذارن اصلا. مگه اجازه میدن که ما آرامشمون رو از دست بدیم؟ اصلا امکان داره؟ شما اینا رو اینجوری فرض کردین؟ نه بابا. همین رئیس پلیس امنیت اقتصادی هم اومده عنوان کرده که در حدود 4 ماه 163 نفر رو برای استارلینگ گرفتیم. اصلا نمیذارن که ما آرامشمون به هم بخوره. فقط اگه یه نفر یه اینترنتی داشته باشه، حالا از طریق استارلینگ بگیره، از هر طریقی باید هی اینجوری تن و بدنش بلرزه که نیان بالای سرش. اینا همه ایجاد آرامش در کشور. ماها آدمای خوبی نیستیم، درک پایینی داریم.
نمیفهمیم که مسئولانمون به فکر ما، آرامش ذهن و روح و روان ما هستن. واقعا من نمیدونم اصلا چی بگم اینجا، به خودم که دارم حرف میزنم، به شمایی که بیننده من هستین اصلا نمیدونم که باید چی بگم، مبنی بر این که بابا قدر اینا رو بدونین. چرا نمیدونین؟ این همه به فکر آرامش شما هست. حالا ما که اونجا نیستیم از مترو و اتوبوس رایگان استفاده بکنیم، ولی شهردار تهران اومده عنوان کرده که آقا مترو و اتوبوس تا پایان جنگ رایگانه. به خدا اینا جلو خنده‌شون رو میگیرن، یه اسپری به خودشون میزنن، یعنی یه تافتی میزنن همونجوری مثلا خیلی جدی وای میستن، بعد یه تافت میزنن به خودشون که همونجوری بمونن. مگه میشه آدم این حرفا رو بزنه و خندش نگیره؟ تا پایان جنگ مترو و اتوبوس رایگانه. خواهش میکنم اگه سوار مترو میشین، اگه از اتوبوس استفاده میکنید و پول میدین، خواهش میکنم بیاین به ما هم بگین. اگر هم پول نمیدین بازم بیاین به ما بگین که ما قدردان این مسئولین با شعور باشیم از همین خارج از کشور. فرقی نمیکنه شما در آرامش باشی، مادر من در آرامش باشه، انگار که من در آرامش هستم. و فرمانده کل نیروی انتظامی هم که گفته که دشمن فکر کرده کار نیست، بنزین نیست، گرونیه، میتونه توی منطقه و توی ایرانمون آشوب بپا بکنه. ولی زهی خیال باطل، اصلا آشوب که نمیتونه بپا بکنه هیچ. امام جمعه قومم اومده گفته که آقا ما دست در دست همیم و باید کمک بکنیم به زیاد شدن جمعیت. و واقعا این رو گفته ها، واقعا گفته که آقا بیایم و کمک کنیم به زیاد شدن جمعیت. یعنی توی مسجدها یه کلاس هایی رو با جوانان حزب اللهی و بسیجی ها بذاریم که اینا برن مردم رو تفهیم بکنن، به مردم بفهمونن که شما برای اینکه ایرانمون یک ایران جوان باشه نیاز دارید به زاد و ولد، به تولید مثل و باید فرزند آوری بکنید و همین چیزها باعث میشه که حواستون پرت بشه از گرونی و تورم و حواستون بره تو زندگیتون. بچه شیر خشک نمیخواد یا پوشک؟ البته که کالابرگ میدن دیگه، فکر کنم کالابرگ رو نمیتونین باهاش پوشک و شیر خشک بگیرین. یارانه هم که دارن بهتون میدن، خیلی دیگه پس وضعتون خوبه. پس پاشین برین دنبال فرزند آوری. شما بالاخره باید فرزند بیارین، دوباره جامعه به یه سمتی بره که اون سمت دوباره آشوب بشه، به قول اینا اعتراضات شکل بگیره، دوباره بالاخره جوونا دارن تموم میشن دیگه. نیاز داره این ماشین کشتارتون به دوباره کشتن. ما با کلی آرزو بچه دار بشیم، بچه ها رو توی ایران گرون، ایران پر از تورم، با 1000 آمال و آرزو بزرگ کنیم، بعد مثلا بشه 18 سالش سطل آشغال آتیش میزنه، اعدام. یا میاد توی خیابون حرف دلش رو به عنوان یه جوون میخواد بزنه، تیر مستقیم. اونم که تقصیر اینا نبوده دیگه، اینا خواستن تیر بزنن به پا که مثلا یه ذره چیز بشه، یه ذره مثلا درس بشه واسش دیگه، بلند نشه به فراخوان بیاد بیرون. ولی یه دفعه اون خودشو انداخته زمین، یه سری حرکات آکروباتیک انجام داده، خورده به وسط سرش. اینا نمیخواستن به وسط سرش بزنن، اصلا تیر مستقیم اینا نمیدونن که چه چیزی هستش. خلاصه من همه اینا رو بهتون گفتم، این همه حرف زدم براتون. در آخر میخوام بهتون بگم که با وجود چنین مسئولینی که دنبال آرامش ما، آسایش ما هستن، از لحاظ روحی و روانی به فکر ما هستن، به فکر مملکت ایرانمون هستن، به فکر سربلندی ایرانمون هستن، آیا مترو اتوبوس رو براتون مجانی کردن؟ آیا نباید آستیناتون رو بالا بزنی، یه چیزی براشون نصر کنی؟ زشته دیگه. پاشین، الان دارن فراخوان دادن برای سلامتی آقا مجتبی خامنه‌ای که هیچ وقت در انظار دیده نشده، به غیر از مجتبی خامنه‌ای مقوایی که همه مقواییشو دیدن
و تو چهلم پدرش نبود، مراسم خاکسپاریش نبودش، از زیر زمین اون توموها هی از بالا میگه این کارو کنی اون کارو کنی، هیچ کس هم ندیدتش. بیاین بپیوندیم به فراخوانی که دادن که گوسفند و 25 میلیون تومن میدن به شما. تازه گوسفند نمیدن بهتونا. دوباره الان من یه چیزی گفتم، دنبال گوسفنده نباشینا که سرشو ببرین بیارین گوشت کنین تو فریزرتون. اصلا مگه داریم یه همچین چیزی؟ نه. یه فراخوانی دادن که هر خانواده، هر نفر بستگی به اون بخششتون داره. 25 میلیون که پول یه گوسفند قرار دادن برای سلامتی آقا مجتبی خامنه‌ای نذر بکنین و فقط هم پول میگیرن. مثلا گوسفند رو اینجوری بگیری ببری، نه، این کارو نمیکنن. پول بریزین به حسابشون، یه روزی رو تعیین میکنن و چون در از نظرها غایب هستن و ولی امر مسلمین هم که هستن، از نظرها هم که غایبن، یه روزی رو خودشون صلاح بدونن این نذرا رو، این چی میگن، گوسفندا رو سر میبرن، نذرا ادا میشه، گوشتا میره تو فریزرشون. یعنی فکر کردین که مثلا بین فقرا تقسیم میشه؟ نمیدونم واقعا چی بگم. یه کوچولو اگر که وقت هستش عکس‌ها رو با هم دیگه ببینیم، بعدش بریم سراغ یک آهنگی که واقعا ما وارثان دردهای بیشماریم در کشورمون ایران با وجود نظام مستبد جمهوری اعدامی. ببینیم عکس‌ها رو با هم دیگه که اولیش که مربوط به دلار بود که به 200,000 و امروز 203,000 خورده ای رسیده. عکس بعدی برای سکه بودش که اینو من اول هفته خبرش رو گرفتم 217 میلیون، دیشب خبرش رو گرفتم 224 میلیون تومان. من نمیدونم، من خیلی به روز نیستم فکر کنم، هی خبرها هی عوض میشه، آپدیت میشه، هی آپدیت های جدید. بریم بعدی رو با هم دیگه ببینیم که افزایش 160% گوشت در ایرانه و حدود 450 تا 500 گرم سهم هر خانوار ایرانیه. خیلی زیاده، به نظر من زیاد داریم میخوایم و این موجود بسیار زیبا قراره که در سفره‌های ما، در خورشت قرمه سبزی، قیمه و در کتلت ما قرار بگیره. چرا که نه؟ وقتی مسئولین این رو صلاح دونستن ما هم بگیم چشم. و گرانی دارو که همیشه بوده و این موضوع ادامه دار هستش. خداوند به همه مردممون سلامتی بده که درگیر مریضی و نبودن دارو نشن. عکس بعدی که اجاره بها هستش که یادتونه کانکس هایی که هرچی خوشگل‌تر بود اجاره بهاش بیشتر، هرچی یه ذره قدیمی‌تر بود کمتر. مردمو دارن مجبور میکنن که توی خیابونا بمونن. و لنگ‌کروز فرسوده که بالاخره 14 میلیون تومان شد. و ایشون هم که یاد گرفتن دیگه، خودشون یاد گرفتن و دارن الان به مردم هم یاد میدن. اول اینکه ما آمریکایی‌ها رو، یعنی کسایی که در آمریکا هستن و قراره دوباره گشنگی و گرسنگی رو به داخل امریکا بیارن و همه رو از بین ببرن. این اولیش بودش که آقای قالیباف گفته بودش. چجوری بخوان گرسنگی رو برگردونن؟ مگه داشتیم ما گرسنگی؟ نمیدونم، باید سوال کنم. و اینم که واقعا اجازه نمیدن دیگه. به جای اینکه روزی 5 تا اعدام کنن، حالا روزی 3 تا اعدام میکنن. آرامش نمیگیرین شما؟ با روزی 3 تا 2 تا کم کردن دیگه. اینجا هم که 163 نفر رو فقط به خاطر استارلینک، فکر کنین اینترنت داری، از استارلینک استفاده میکنی، میگیرن، میبرنت، پدرت هم در میارن. و آقا مترو و اتوبوس رو به خاطر شماها رایگان کردن. حالا هی بشینین خونه، هی فوش بدین به این جمهوری اسلامی. این همه به فکر شماه. این هم که اصلا دشمن، اینا یه دشمن فرضی دارن که همش با اون دشمن فرضی خودشون میجنگن. فکر کنم روانشناس لازمن که باید برن اون دشمن فرضی رو دور کنن. ایشون هم که اصلا دنبال فرزندآوری و افزایش جمعیتن تو این شرایط. اینم عکس آخر. خب چه کاری کارزار را انداختن دیگه. یه 25 میلیون تومان پول آخه شما بخواین تو این کارزار شرکت کنین. نمیدونم واقعا، ولی این کارو بکنین، به این کارزار بپیوندین. 25 میلیونه دیگه، نگین 25 میلیون، بگین 25 میلیون. 25 میلیونه دیگه. بدین برای سلامتی رهبرتون که اون زیرمیرا یه وقتی چیزی رو سرش نریزه، یه بمبی چیزی نیفته.
زنده بمونه، همون مقواییش هم باشه برای ایرانمون کافیه. من نمیگم، ما اینا میگن. ما وارثان دردهای بیشماریم. ببینیم با هم دیگه ای داغ از قلب پریشانم چه میخوایی؟ ای جای زخم کهنه از جانم چه میخوایی؟ دریاچه خشکیده در آغوش خود دارم، باران سرخ از ابر چشمانم چه میخوایی؟ ای وای از این، ای وای از این از دست دادن ها، ای مرگ از جان رفیقانم چه میخوایی؟ آرامشم کو، خندم کو، اعتمادم کو، بی هیچم و دیگر نمیدانم چه میخوایی؟ ما وارثان دردهای بیشماریم، ما گریه های چشم های انتظاریم، ما سرزمینی دور و تنها در غباریم، ما چیزی به غیر از غم، به غیر از هم نداریم، ما حسرت یک خنده دنبال داریم، ما خسته از این روزهای بیقراریم. به یکی پول ندادی بره درس بخونه، به اونی که پول دادی نذاشتی با دختری که دوست داره عروسی کنه. هیچکی نمیخواد این بی‌تربیت رو جمعش کنه؟ تربیت؟ تو اصلا تا حالا کلمه تربیت خورده به گوشت؟ تربیت یعنی اگه یکی مثل بچه‌های تو کار خوبی کرد تشویقش کنی، اگرم کسی کار بدی کرد تنبیهش کنی. حالا تنبیه فقط مال کوچیک‌ترا بود، ولی یه وقتایی هم باید بزرگترا رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بقیه رو به آتیش نکشن. دنیا بگو غم بیشتر از این نخواهد ماند، دنیای بی رویای ما غمگین نخواهد ماند، چیزی بگو آرام کن آشفتگی ها را، در سینه ها این بغض سرسنگین نخواهد ماند. ای چرخ بازیگر بگو بالا نشین را، جای من و ما تا ابد پایین نخواهد ماند، فریاد این غمخوان خاموشی نخواهد داشت، فرهاد این افسانه بی شیرین نخواهد ماند، فرهاد این افسانه بی شیرین نخواهد ماند. ما وارثان دردهای بیشماریم، ما گریه های چشم های انتظاریم، ما سرزمینی دور و تنها در غباریم، ما چیزی به غیر از غم، به غیر از هم نداریم، ما حسرت یک خنده دنبال داریم، ما خسته از این روزهای بیقراریم.
بله، بریم سراغ مطلب بعدی. یه نوعی، یکی از این کسایی که برای حکومت، مداحان حکومتی اومده بود خونده بود که از کربلا بریم نجف، کلی هم چیز کرده بود، دست میزدن، جمع شده بودن دور هم دیگه که نوعی بریم نجف هستش. اومده بودن یک شوخی رو مردم به راه انداختن که حالا این مداحه میخوندش، بعد مردم در ادامهش میگفتن پول نداریم میریم شمال، یا مثلا میریم یه جای دیگه. نجف رو حذف کرده بودن که خیلی باعث آزار و اذیت مخصوصا دادستانی شدش و گفت ما با همه اینها برخورد میکنیم، همه رو میخوان گیر بیارن. دنبال آرامشمونن دیگه، میدونین، دنبال آرامش مردم و آرامش خودشون و ما و همه مملکت و اصلا کلا میخوان آرامش در فضا و هوای کشور باشه. خلاصه گفتن همتون رو تک به تکتون رو گیر میاریم. یه نفر از این بلاگرایی که اومده بود تو این اینستاگرام و اون هم به این شوخی اعتراضی پیوسته بود و آهنگ بریم نجف و یعنی این آهنگ مداح خونده بوده رو گذاشته بود رو کاری که خودش و خانوادش انجام دادن. حالا این بلاگر نیومده بره حالا شمال یا یه شهری یا به روستاشون یا به یه جای خوش آب و هوا یا به اروپا، فرقی نمیکنه، نیومده یه مسافرت بره. اومده چیکار کرده؟ اومده گفته خب حالا من میخوام یه هزینه ای رو بذارم برم نجف. خب حالا قبول نداره، هر چیزی که هستش یک اعتقاد شخصیه و به کسی ارتباطی نداره و گفته اون هزینهش رو، یا حتی بخوام به شمال کشور سفر کنم، چرا این کارو بکنم؟ میام و گوشت تهیه میکنم، حالا استخون، هر چیزی برای حیوانایی که کسی رو ندارن، گوشه و کنار خیابون هستن و گرسنن، واقعا اونا هم گرسنن دیگه. اومده خلاصه رفته توی پیجش هم گذاشته، منظورش این بوده که چی میگن، نمیخواد برین نجف، بیاین به همین گرسنه ها، حالا چه آدم باشه چه حیوان باشه، به همینا رسیدگی بکنی. این خودش از 100 تا نجف رفتن و چه میدونم بت پرستی کردن و دور ذریح چرخیدن خیلی بهتر هستش. خب چه کاریه؟ این همه گرسنه ما داریم، این همه حیوان بی کس و کار داریم ما. وقتی برن به اینا غذا بدن، وقتی به اینها کمک کنن، انگار که خداوند محبت برای همین چیزها خوشحال میشه. ولی دنبال این که شما برین دست بکشین به زری و بت پرستی بکنین، اینا بت پرستیه دیگه، دنبال اینا نیست. ولی خب اینا کسب درآمدشون از این راه، اصلا اینا با یه همچین بت پرستی هایی زنده هستن. خلاصه اومدن پیج اینستاگرام این خانم رو بستن و ارجاعشون دادن به دادگاه. و هفته گذشته من داشتم میدیدم مصاحبه‌ای که دادستان کل کشور داشت که گفته بود شدیداً باهاشون برخورد میکنیم تا دیگه به خودشون اجازه ندن که با مقدسات مردم شوخی کنن. عجب، چه مقدساتی دقیقاً؟ آدم باید بره ازشون بپرسه دقیقاً چه مقدساتی. آقا ما دلمون نمیخواد بریم بهشت. آقا من نمیدونم چه اصراری دارن. خدا وکیلی شما دوست دارین این همه، حالا 40 سالتونه، 20 سالتونه، 30 سالتونه، این همه تو ایران با اینا زندگی کردین، همه اینا که دارن میرن بهشت، خب ما دیگه نمیخوایم اینا رو ببینیم، ما دوست داریم بریم تو جهنم پیش اسرائیلیا. آقا چه کاریه؟ اینقدر شما اصرار میکنین ماها رو میخواین ببرین زورکشون تو بهشت. ما دوست داریم بریم تو جهنم، اصلا دوست داریم برای یه مدت با شما قطع ارتباط باشیم، شما برو تو بهشت، ما میریم تو جهنم. نمیدونم چقدر حتی به بهشت و جهنممونم کار دارن. نه تنها دنبال آرامش ما هن. خیلی براشون مهمه که همه ما رو اینجوری کشون ببرنمون تو بهشت. حالا هم میگیم آقا نمیخوایم، آقا این روسریه رو بذار منو آویزون کنن. آقا بذار خدای محبت منو آویزون بکنه ببینم میکنه یا این خدای شما هستش که واقعا بیزارم از دین شما. اینو باید اینجا بگیم که دینشون بهشون یاد داده که فقط بکشن، خونریزی، اعدام تا پایان فتنه، بکش. یادتونه این آقای اومده بود میگفت اصلا توی کتاب مقدس ما، قرآن ما گفته بکش این حرفا رو زده بودن. حالا ما اصلا این چیزهایی که اینها به خورد مردم میدن و باز هم به قول شاهزاده رضا پهلوی مذهبیون در صف اول مبارزات باید باشن، چون دقیقاً هدف قرار دادن اون اعتقادات اینها رو. ببینیم با هم دیگه این شوخی اعتراضی رو، بعد برگردیم ببینیم که غزال ایرانی رو برداشتن، دست و پاهاشو بستن، کباب کردن به کسانی که رفتن اربعین، حالا میخوان ایرانی باشن میخوان غیر ایرانی باشن، دادن خوردن. آخه این کار درستیه؟
که این دین حتی به هیچ موجود زنده‌ای رحم نکنه؟ چرا آخه واقعا؟ به کجا چنین شتابان؟ ببینیم با هم دیگه این شوخی اعتراضی و به نظر من که خیلی کارشون قشنگه. حال اون شبا که میگفتیم از کربلا بریم نجف، بریم نجف، پس میریم نجف، بیار بالا بالا بالا. بریم نجف، بریم نجف، بریم نجف، پس میریم نجف. جای ماشین نیست برگردم، مای بدارم در من. پس بمون نجف، بمون نجف. بریم نجف، بریم نجف، پس میریم نجف. هوا خوب بود، آوردمشون شمال. بریم نجف، بریم نجف، پس میریم نجف. هوا خیلی خوب بود، اومدیم شمال. بریم نجف، بریم نجف، پس میریم نجف، بیار بالا بالا. هله هله. بریم نجف ببین چه جایی داری، عجب پناه با صفایی داری. بریم نجف ببین چه جایی داری، عجب پناه با صفایی داری. برگرد و برای همه تعریف کن، حق که بی معطلی برم به قربونش، رو به رو ایمونش. حق که بی معطلی برم به قربونش، کدوم ماغله ببینه و نشه مجنونش. باورتون نمیشه که یه بغضی توی گلوم گیر میکنه که وقتی این خانواده انقدر با محبت این کار رو انجام میدن چه ایرادی داره؟ به نظر من بهترین عبادته برای یک موجود زنده‌ای که کسی رو نداره، غذایی نداره، غذایی تهیه کردن بردن جلوش گذاشتن، ولی به دادستانی برخورده که تو چرا از این نوع استفاده کردی؟ چرا به چه جرأتی با این مقدسات مردم شوخی کردی؟ واقعا من نمیدونم، شوخی نکرده بودن، خیلی جدی گوشت خریدن، کاری که وظیفه دولته و باید این سگ‌هایی که ولگرد هستن ندارن صاحبی، حالا یه جایی جمع بکنه، غذایی در اختیارشون. بابا موجود زنده ان دیگه، اینا هم جون دارن، اینا هم